همراهان عزیز وانتوسه، تو این ویدیو در مورد لینک هایی براتون میگم که هکرها میفرستن. معمولا وقتی شما روی لینک کلیک میکنید یا یه سری اطلاعات هویتی ازتون میخواد یا ازتون میخواد برنامه رو نصب کنید یا اینکه یه پرداخت هستش، یه درگاه پرداخت اینترنتی براتون باز میشه. اگه اطلاعاتتون رو وارد کنید، طرف میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و حالا میتونه معامله انجام بده یا حالا هر چیز دیگه ای. وقتی برنامه رو نصب میکنید از طریق لینک، حالا ممکنه این لینک از هر روشی ارسال بشه. طرف میگه خلافی خودرو داره، یارانه است، معیشتیه، ابلاغیه داره یا حالا هر چیز دیگه. این لینک رو ارسال میکنن یا از طریق SMS یا از طریق شبکه‌های اجتماعی. شما برنامه رو که نصب کردید یه سری دسترسی ازتون میخواد، دسترسی به پیامک، مخاطبین یا حالا هر چیز دیگه. وقتی اونا دسترسی به پیامکاتون داشته باشن دیگه خیلی راحت میتونن به بقیه اطلاعاتتون دسترسی پیدا کنن. مثلا رمز دوم، شبکه‌های اجتماعی میتونن وارد بشن به تلگرامتون، واتساپ، اینستا یا حالا شبکه‌های اجتماعی دیگه. یا اینکه ازتون میخواد یه پرداختی رو انجام بدید، یه جریمه است یا حالا هر چیزی. شما وقتی پرداخت رو انجام دادید، خود رمز دوم ازتون میخواد. درگاه پرداخت فیکه، یه سری اطلاعات از شما میگیره، شماره کارت، CVV2، تاریخ انقضا. هکر میاد برای خودش یه لیست ایجاد میکنه، یه سری شماره کارت با تاریخ انقضا و CVV2 داره. کی از اینا استفاده میکنه؟ وقتی به پیامکاتون دسترسی پیدا کنه. اون موقع میره یه خریدی رو انجام میده، انتقالی رو انجام میده. چون که به پیامکاتون دسترسی داره خیلی راحت رمز پویا رو دریافت میکنه و مبلغ از حسابتون راحت کسر میشه. این بود از لینک که من توضیح دادم براتون. هکرها چجوری از طریق لینک میتونن اینجوری شما رو هک کنن. پس باید حواستون باشه روی هر لینکی کلیک نکنید. باید سرشمار به خصوصی داشته باشه. یا حالا ممکنه توی یه سایت خریدی انجام داده باشید، یه لینک پیگیری چیزی میاد که اونا هیچ مشکلی نیست، ولی اگه ازتون خواست یه کاری رو انجام بدید روی لینک کلیک نکنید. حالا برنامه رو نصب کنید، یه سری اطلاعات هویتی، پرداخت. قبل از اینکه روی لینک کلیک کنید از خودتون سوال بپرسید که چرا من روی لینک دارم کلیک میکنم. قبلش یه کاری انجام دادم تو یکی از سامانه ها که برام لینک اومده. این سوال حتما از خودتون بپرسید و اینجوری هر برنامه رو نصب نکنید، اطلاعاتتون رو در اختیار کسی نذارید و هیچ پرداختی رو هم انجام ندید.